ماشین‌های ویرچوالی افسانه‌ای اند. اگر تو می‌خوای که قدم‌های مبارک خود را با آیتی گذاری، یا اینکه تو می‌خوای که هکر شوی، یا اینکه تو می‌خوای که لینوکس را آموزی، و یا اینکه تو تنها آدم هستی، ماشین‌های ویرچوالی را آموختن و استفاده بودن آنها زندگی تو را کاملا عوض می‌کنند. انا محض ما این کارو می‌کنیم در این نوار. اگر که تو ندونی که ماشین‌های ویرچوالی چی هستن، خاطر نشو. چون که در این نوار من با تو می‌فهمونم که چی است ماشین ویرچوالی و چرا با تو یک از آنها لازم است. در اومد گپ اگر کی تو خواهی که هکر شوی حتما با تو لازم است ماشین ویرچوالی و خود یازی در کامپیوتری تو در لپتاپ تو ما ماشین ویرچوالی را نصب میکنیم. آماده هستید یا اینکه اگر آماده نباشید برای آغاز کردن این کار با تو همگی دو چیز لازم است. اول این کامپیوتر، دومین قهوه. چگونه که در بسیار از نوارها میگویم که قهوه با تو هم وقت لازم است. چون که بله در ایتی هم وقت قهوه لازم است و این روز من قهوه سیاه را آماده کردم و تو میتونی که کاپوچینو با چی نمودی قهوه است بله نموده قهوه که تو منوشی در شهر نویس و من در پیشم از بسیارتر کاپوچینو و قهوه سیاه. آغاز میکنیم. خب تو از پرسیدن میتونی که هی ریزو چی است ماشینی ویرچوالی؟ ماشینی ویرچوالی انا همین است. بله یا اینکه اثر اینو ما با شما میفهمونم. اثر اینو بنالدو بنالسه. برای مثال این ماشین ویرچوالی کامپیوتر است. همین خلاص چله گفتیم و اما همین کامپیوتر در داخل کامپیوتر است. یعنی این فکر میکنه که خودش کامپیوتر است اما نه این در داخل کامپیوتر است. یعنی دو تا کامپیوتر در حالی که تو لازم نیست که برای مثال کامپیوتر از چی عبارت است؟ اگر که ما خواهیم که همین کامپیوتر را شکنیم البته که نمیشکنیم باکورچا اما اگر که داخل همین کامپیوتر را بینیم خب بیا میگیم که این همون لپتاپ ما است. خب پس اون این لپتاپ چی داره در داخلش؟ هر یک لپتاپی که دو کامپیوتری تام فرق ندارد کامپیوتری که لپتاپ یا که چیزی که داری نداری در داخلش دارد. برای مثال سی پی یو خب دارد در داخلش رام همین خلاص با چی دارد جی پی یو دارد. خب در داخل جی پی یو شروع نویسم در کورس سوسنی خدم بزب شده است. خب دارد جی پی یو و باز چی دارد بله با دارد خاطره سخت جوسکی دیسک یا که هارد درایو خاطره سخت و باز چی دارد باز دارد سیستم اپراتیونی. هم خلاص برای مثال در لپتاپ ما داریم سیستم اپراتیونی برای مثال که از ما این زمان دارم ویندوز و بله یعنی ویندوز. خب پس اون بگیریم که یک روز ما میخوام که لینوکس آموزم اما برای من لازم است که یک کامپیوتر دیگه خرم و یا اینکه من لازم است که با همین داخل بودگی برای مثال همین ویندوز ها گیریم و نابود کنیم و در جاش لینوکس نصب کنیم اما هی من لازم نیست چون که انا ماست برای ما لازم است ویرچوال ماشینز یا اینکه ماشین های ویرچوالی و این معجزه است. این چگونه کار میکند؟ یعنی یک چیز دیگه ما میگیم ویرچوالایزیشن یعنی معجزه و ما برای ما امروز شما نشون میدیم که چگونه برای مثال لینوکس رو نصب کردن یا اینکه حتی میتونی که ماک او اس نصب کنی در داخل ویندوز در حالی که اپل استور نرفتن نخریده یا اینکه میتونی که با ویندوز دیگه را با در داخل ویندوز نصب کنی. برای مثال تو ویندوز 11 داری و میگی که میدونی چی ما در ویندوز 8 لازم است میره ویندوز 8 رو میگیری برداری میکنی از وبسایت های لازمه و پس اون در داخلی همون ویرچوال باکس میتونی که ماشین سازی و لکه تو داری یک چند کامپیوتر در داخل یک کامپیوتر دو کامپیوتر در داخل یک کامپیوتر. ما چی گفتم نمیدونم اما این معجزه است. اینا میگن معجزه تکنولوژی. اوکی برای همه اینها رو کار کردن یعنی ویرچوالایزیشن کار کردن یک کلمه افسانه‌ای دیگر را ما میگیم هایپروایزر و این به زبان انگلیسی است. به زبان تاجیکی نمیدونم چی است. اگر که هی معلمی انگلیسی و تاجیکی داشته باشی رفته از وی پرس پس اون اومده در شرح من نویس پس اون من آموزم و کلمه هایپروایزر این کلمه گفتم که این افسانه‌ای است و تشکر به آن همین کلمه ما میتوانیم که
یعنی ان همین ماشینچه‌هایی که ماشین‌های دروغی ویرچوالی را سازیم و بله یعنی میتونیم که سازیم و این گونه هایپروایزر ها که ما در یک چند وقتی آینده نشون میدیم چگونه اینها را نصب کنند. یکی از اونها ویرچوال باکس است. ویرچوال باکس این از شرکت اوراکل است و ما تشکر میگوییم با این شرکت تا که این گونه هایپروایزری رایگان ساختگی است و همه میتونن که رایگان نصب کنند به یگان مبلغ زیادی پرداخت کردن و چگونه که در این رسم میبینید در اینجا فهمانده شده است که چگونه همین معجزه کار میکند و برای مثال هاردور این همین بیوگریم کامپیوتر تو است بیا که لپتاپ فرق ندارد و پس آن کامپیوتر که بیوگریم که وابسته است چگونه کامپیوتر بودن است. برای مثال اگر که تو 4 GB رام داشته باشی یعنی این کاری خوب نیست. چرا کاری خوب نیست؟ چون که الکی این به همون کامپیوتر خود کفایت نمیکند و برای این اواره با درجه افسانوی معلومات زیاد گرفتن. ما انتظار هستم که تماشا بینیم ما بای هستند و کامپیوتر بقوت دارن و شاید که کامپیوتر باید 16 گرم داشته باشد یا که 32 داشته باشد یا حتی 64. مثلا از ما 64 GB رام هست و بله برای مثال چرا که ما اینجا درباره رام و CPU GPU پروسسور اینها گپ می‌رود؟ برای که مثال انا همین هاردور کامپیوتر تو باید بقوت باشد. شاید بگیریم 64 GB رام شاید داشته باشد یا اینکه بله یگان پروسسوری شاید که کور i5 باشد یا اینکه i7 باشد یا اینکه Ryzen 7 باشد نمیدونم یگان تا همینا پرو و چون که اینها بقوتن پروسسورشون و بله یعنی این کامپیوتر تو است و پس اون همین هایپروایزر. خب هایپروایزر کارش همین است که یعنی ویرچوال باکس همین که از کامپیوتر تو گرفته همین قسم های کامپیوتری تو رو جدا کند و یک چند ماشین ویرچوالی چگونه که اینجا میبینی بله سازد. یک چند تا ماشین ویرچوالی یعنی میتونه که لینوکس باشد، ویندوز باشد و ماک او اس به چیزی در بالا گفتیم. بله یعنی تشکر با همین ویرچوال باکس یا اینکه همین هایپروایزر ها. اکنون فهمیدیم که چه است ماشین ویرچوالی. این زمان وقتی اون رسیده است که ما اون رو نصب کنیم در لپتاپ خود. اما پیش از اون که اون رو نصب کنیم در لپتاپ خود سوال باید دهیم به خود که یا که خود از خود پرسیم که چرا با تو ماشین های ویرچوالی لازم هستند. یا که ریزو باید پرسد که چرا با تو ماشین های ویرچوالی لازم هستند یا که تو خود رو پرسید میتونی چرا با من ماشین های ویرچوالی لازم هستند. سبب اول اون است که تو میخوای که هکینگ رو آموزی و این یکی از بهترین راه است برای آموختن چگونه هک کردن یگان شرکت رو غارت کردن و یگان یعنی برای آموختن تنها یعنی با مقصد نیک البته با اجازت البته و ماشین های ویرچوالی با تو امکانیت میدن که این کار انجام دی. برای مثال ماشین های ویرچوالی به خطرتر هستند. اگر که در لپتاپ خود اگر که یگان کار کنی و پسان تو با تو لازم است که وای رو اگر بیاگیریم که رفتی و شرکت ریزو گیف رو غارت کردی پسان ریزو فهمید که تو بودی انم آدمی غارتگر الکی ما فهمیدم که تو هستی و تمام دیگر یعنی کامپیوتر رو تو در لازم است که پیش از اون که من فهمم همون کامپیوتری که تو این کار رو کردی وای رو شکنی برای پرتایی. اما ماشین های ویرچوالی خوبیش همون است که تو با وی پی ان پیوست میشوی و اونها رو استفاده میبری یگان کاری هم کردی اگر پگاه بعد از همون کار رو کردن در حال ماشین رو نابود کردن میتونی با 2 تومه دلیت و دلیت و پس اون تمام کسی نمیدوند که این تو بودی. یعنی این خوبی دارد. و بیا گپ زنیم سبب دومی که تو چرا ماشین ویرچوالی رو با لپتاپ خود نصب میکنی اون است که دیگر تو میخوای که دیگر سیستم های اپراسیون سیستم ها رو آموزی. برای مثال شاید که تو از ویندوز داری و ویندوز در بد زدگی یعنی میخوای که هی کی شروع شود که من لینوکس داشته باشم یا که من ماک او اس داشته باشم. حاضر همین لپتاپ های اپل در حقیقت قیمت هستن و میگوی که 15-20 هزار تومانی من ندارم اما من میخوام که ماک او اس داشته باشم. بله یعنی این ماشین ویرچوالی یا که ویرچوال باکس یا که ویرچوالایزیشن این یکی از راههای معجزه‌ای است که تو میتونی که دیگر نمودی یعنی سیستم های اپراسیونی رو یک باره هم باشد چیکار کنی امتحان باشی. و سبب سوم این است که
یعنی تو میخوای که چیزا رو شکنی چه معنا داره برای مثال با در بالا چگونه گفتم تو میتونی که تمام لپتاپی بی کلانت رو گیری و در داخل اون یک اپلیکیشن سیستم دیگر نصب کنی و بله این از تو است نمیفهمد وای کو کامپیوتر است نمیفهمد که چی است در داخل لپتاپی وای و پس اون اگر که وای فهمید میتونی که در حال باید شکنی و نابود کنی همین اپلیکیشن سیستمی که تو نصب کردی باز میگویم که ماشین‌های ویرچوالی افسانه‌ای هستند و بیا رویم نصب کنیم چرا باید صحبت کردیم برای آغاز کردن با ما چی لازم است با ما البته که کامپیوتر لازم است بله کامپیوتر یعنی کامپیوتر حقیقی باشد کامپیوتری برای مثال ویرچوالی نباشد پس اون با چی با ما لازم است با ما لازم است بله رام و چگونه که گفتم رام شما با حساب میونه اگر همین 4 گیگابایت باشد و فکر کنم که کفایه است چون که اگر که 2 گیگا باشد کفایه نیست برای که مهمان این علاقه ماشین ویرچوالی مهمان است و باید که ما با مهمان خانه تیم در داخل خانه همین خلاص اگر که خانه نداشته باشی برای مهمان کار خوب نیست اما مقصد همین است که ما باید که همین رام و سی پی یو جی پی یو پروسسور و خاطرهای کامپیوترمون ما باید با وایو تقسیم کنیم برای مهلت معین مهلت کنیم چون که مهمان باید خوب رود برای همین مد نظر دارم و اگر هم کامپیوتر شما با فکر که 10 سال اخیر خریده باشید برای مثال 10 سال اخیر باید که این چیزها رو داشته باشد چون که کامپیوترهای 10 سال اخیر 2013 بالا باید کامپیوتر رو داشته باشید نمیدونم چرا که من این چیزا رو با شما دوست میابرم دیگه اما به هر حال خب چگونه که میبینید ما در اینجا تیاره کردیم در نوشن که چرا نصب کردن کار در لپتاپ ما برای مثال لازم است این زمان خودی حاضر کلی لینوکس پس اون اوبونتو ویندوز و چی ویرچوال باکسی افسانه‌ای ما و بله برای نصب کردن اونها با ما لازم است که رویم در گوگل البته که گوگل افسانه‌ای بنویسیم ویرچوال باکس داون با زبان انگلیسی البته download virtual box بله from Oracle زیر میکنیم در اولش بله virtual box و پس اون میریم در downloads و چخیلی که میبینید در اینجا علاقه یک چند عمودی بله یک چند عمود اپراتیون سیستم را گفته که انتخاب کنید با مدل لازم است که رویم انتخاب کنیم ویندوز ها چون که ما ویندوز دارم و اگر که تو لینوکس داشته باشی رو لینوکس گیر اگر که مک او اس باشد رو مک او اس گیر بله این انتخابی تو است و بله من میرم در بالای ویندوز هاست زیر میکنم و پس اون تگمه سیو و بله در وقتی که این یعنی برداری شده است با ما لازم است که برایم در بالای در گوگل نویسیم کلی لینوکس کلی لینوکس download ISO و پس اون kali.org زیر میکنیم در یکم وبسایت پس اون میرویم در بالای install images virtual machines و پس اون اوکی نه اینجا نه installer پس اون kali linux recommended Kali Linux 2023 64-bit اوکی و تگمه سیو و این باید که ISO فایل باشد بله ISO فایل است و بله یعنی ما شما توصیه میتیم که بس وبسایت رسمی یعنی Kali Linux kalilinux.org و بله یعنی 64-bit 64-bit تشکیل گیرید و از خودتون نبرید که ما همه فایلایی که ما این زمان نصب کرده ایستادیم این نام دارد ISO فایلز یعنی چگونه که در سالهای پیش اگر که در خودتون داشته باشید ما وقتی کودک بودم ویندوز نصب میکردم و ما هم وقت CD دیسک CD را داشتیم و CD را در لپتاپ میگذاشتی و ویا همشون این گونه ISO فایل داشتن خب یعنی این گونه فایل ها داشتن که برای نصب کردن ویندوز بود و این زمان که ما دیگر این گونه CD ها را استفاده نمیبریم یعنی این گونه دیسک را استفاده نمیبریم چون که ما در سال 2023 زندگی داریم علاقه بسیار اومده است و بله یعنی تنها میگفتم که شما دفعه مونم تو وقتی که وای نصب میشود قهوه نوشیدن در کار با هم خنکشیده است
و با میرویم با دیگری برنامه که نام دارد اوبونتو دانلود و بله من میخوام که اوبونتو را داشته باشم کلی لینوکس را داشته باشم و البته که دیگه ویندوز except all the cookies بله من قبول کردم همه کوکیاتون اوبونتو 22.04 LTC latest 4GB memory خب این ما از ما انتظار از 4GB RAM memory و download the latest version install desktop this using how to run desktop بله download save و چگونه میبینید یعنی با از خاطر اون بگم بریگه که همه همین فایل که ما نصب میکردیم همشون باید ISO باشه و بله خب اخیران چیزی که ما باید نصب کنیم این همون ویندوز است و می نویسیم ویندوز 10 download ISO و چقدر که میبینید دیسک ISO ایمیجز است سایت رسمی مایکروسافت و کامان پالیش انگلیش پلیز و پاسون نصبیم کامپیوتر اوکی و این هم باید باشد ISO فایل امیدوارم که ما لازم است که مدیا فایل اول نصب کنیم تکمه yes پاسون ویندوز آمد چون که ویندوز انا میگونه چیزای بزیبی خودش دارد که ما باید فایل های خودش نگیریم و پاسون بعد باز اونجا برداری کنیم تکمه getting few things ready چی معنی داره اگر انگلیسی رو ندونیم ما با تو ترجمه میکنیم getting a few things ready یک چند چیزها رو ما آماده کرده ایستادیم تشکر برای تشکر گفتن خب پس اون accept کمی دیگر انتظار میشویم و بله تو وقتی که ما انتظار میشویم سوال آیا امروز تو الگوریتم یوتیوب هک کردی یا اینکه لایک گذار کامنت نویس با دوستات روان کن بیا امروز یوتیوب رو هک میکنیم البته که با مقصدی نیک تو که دیگران فهمن درباره چگونه معجزه‌ای هستند ماشین های ویرچوالی برابری خب upgrade this PC now نه create an installation media برای مثال USB flash drive DVD ISO file next پاسون بله United States 64 bits و ما لازم است چی ISO file next و در downloads please in the downloads این فایل که من بربرو میکنم در کجا هن اکنو نصب شدن در پاپکای downloads I hope so بله VirtualBox MediaSec unconfirm اوکی خب تا وقتی که اینها نصب میشن ما لازم است که رویم در VirtualBox در بالای VirtualBox زیر میکنیم و بله یعنی نصب کردن VirtualBox در حقیقت که آسان است چگونه در آسان است چون که آسان است بله در اینجا میگذاریم پس اون تکمه next بارینگ network interface اوکی yes please install and we'll wait کمی انتظار میشویم و در اینجا ویندوز ما و در جایی با مثل سنگ پشت برداری شده ایستاده است و بله خب جازی چگونه که میبینید علاقه ما بله یعنی این گونه ماشین های ویرچوالی رو داریم برای مثال این ماشین ویرچوالی نیست تو اما برای مثال ویندوز اوبونتو ویندوز و لینوکس و بله یعنی برای نصب کردن اینها در حقیقت که آسان است وزی ما باش نشون میدهم و بله چگونه که میبینید این همون خانه ویرچوال باکس است با ما لازم است که با همین نیو زیر کنیم تا که یعنی نیو معنی نو رو دارد زبان انگلیسی ندونی که خودی وزیر آموز برای نیو زیر میکنیم و پس اون نامش میگذاریم برای مثال من نامش میگذارم IT آموز و بله ریزو دی یعنی سراغش در کجا باشد ISO فایل این زمان ما انتخاب میکنم کلی لینوکس چون که یا کلی لینوکس ما در حقیقت که ما پسند است و زیر میکنیم کلی لینوکس و تکمه open چگونه که میبینید ISO است و پس اون تکمه next خب تکمه next و انا کن اینجا از همه جایی مهم است چرا جایی از همه مهم است چون که ما باید که یعنی خاطره دیم با این و هم یعنی با مهمانمون کمی از خانمون دیم تو که وای
استفاده برد. برای همین ما میخوام که همگی تا 4 سی پی یو تیم با مهمانمون، اما از خاطر نبره که از آن همین بیاگیریم از همین خط او طرف نروید، سرخ نباید باشد، چون که الکای خانه مهمان هم خانه رو میگیره و بعد دیگه به جای ما هم جا برای ما هم نمیرسه. و در اینجا ما میخوام که تقریبا چند گیگا 6 گیگا دیمش بیا بله 6 گیگا رام در کل لینوکس یا اینکه 8 گیگا رامش میتونم و پس اون تگمه نکست و بله چند گپ پامیت ما که اینی زمان 2 ترابایت پامیت دارم. ما میخوام که همگی با این آشنامون همگی 32 کنه 40 گیگا خاطره میدیمش میدی همش و پس اون تمام تگمه نکست و بله فینیش و تمام. اگر بخوایم که آن همین کل لینوکس رو در کامپیوتر خودمون داشته باشیم تگمه استارت رو زیر میکنیم و این باید کارش رو انجام دهیم. تنفس قهوه چرا که تنفس قهوه؟ چون که شاید که خیلی وقت رو انگیرد تا که کل لینوکس رو نصب کنیم. الکی آغاز شد تگمه اینستال دونشاوی. یعنی چی معنا دارد؟ این معنا رو داره که وقتی که در داخلی ان همین کل لینوکس هستیم یخی وقتا ما همین ماوس و کلاویاتور یا کیبوردی خود رو از خاطرمون میبراریم و این دشوار است جبر آمدن. برای همین این وقتی که در داخل ویرچوال ماشین هستی و میشکت کار نمیکند لطفاً تگمه طرفی دستی راستش رو زیر کن و بله و پس اون برمیگردید. do not show this one again capture graphical installation و و بله چگونه که میبینید الکی این در اینجا ما پیشنهاد میکنن که زبانت رو انتخاب کن. البته که من میخوام انتخاب کنم زبان انگلیسی چون که ما در این زبان پسند است و شاید که شما زبان روسی پسند باشد روید زبان روسی را کوبید و ما زبان انگلیسی انتخاب میکنم. تو my continue در امریکا زندگی داری؟ ها نه برادر در امریکا بیا گیریم. بله در امریکا زندگی داریم United States. زبان انگلیسی بله ما زبان انگلیسی صحبت میکنم. حتی پسند است حالا وقت میبرم از این زبان صحبت کردنش و پس اون باش میگه detect and mount installation media. اوکی همه انتظار میشویم تا که ماشینی ویرچوالی نو رو در کامپیوتر خود نصب کنیم و بله اگر تو اینجور تماشا کردی نه در حقیقت که آیا تگمه لایک رو زیر کردی یا اینکه نه؟ همین بسیاری ها فکر میکنن که وقتی که ما تگمه لایک از آنها میپرسیم یگان چیزی بزرگ پرسیدیم. نه این تنها کاری ما را قدر کردن است. برای مثال من نوار میسازم و اگر تو خواهی این رو قدر کنی لایک گذار کامنت نویس و دوستات روان کن. بله هاست نیم نامش هم میگذاریم. من میگذارم IT آموز IT آموز و تگمه continue domain name itamuz.com برای oh no .1 full name of the user Rizzo Gioev continue username itamuz و پارولی نو انتخاب میکنم. انتخاب شید باید بریگه در جا نویس انتخاب شد continue. خب choose the language Eastern select your time zone Central Europe. بله تایم زون وقتی ما در اروپای مرکزی است و ما از برای اروپای مرکزی انتخاب کردم و کم انتظار میشم باز و بله لایک گذاشتن از خاطر رو نبرد. guide use entire disk بله اینا انتخاب میکنیم و پس اون یک دیسک داریم ما چون که یک دیسک ساختیم و all files open recommended for new users بله و کایتا میشود این finish and write changes of the hard disks بله در حقیقت که ما انتخاب میکنیم راضی هستم با همه قانونهای کل لینوکس continue و
бале умедворам ки ин охирон қадам аст бисёре бад пурсид Drink for me when I was so thirsty, when I was safe for me. خب this recommended. اوکی یعنی چه کی тавсия медиҳад тавя интихоб мекунӣ, continue зер мекунӣ ва бале умедворам ки ин охирон қадам аст, чунки бисёре бад вақта гирид. ин навор дур дарози бад шуд ва бале умедворам ки шумо фоида яъне қимате мегиред аз ин навор. чунки мошинои виртуалӣ ин дар ҳақиқат ки муҳим ҳастанд ва хусусан ин замон ҳамаи ширкатҳои бузург аллакай мехоҳанд ки ба осмон ба клауд баранд анамун серверҳои худро ва клауд компютинг аст ин замон ва бале агар ки мошинои виртуалиро донӣ ин дар ҳақиқат ки ба ту ёрӣ мерасонад ва ширкатҳои зиёде ҳастанд ки бале мошинои виртуалӣ истифода мебаранд ва хусусан ма дар ширкатам мошинои виртуалӣ истифода мебарем то ки ба анамун network ё ин ки шабакаҳое ки муштарии мо ҳастаи дар уҷа яъне бале пайваст шавем ва бале хайрат ки аллакай яъне installation ёе ки насб кунӣ ба итмом расид ва тугмаи continue ро зер мекунем то ки finish ё ин ки ба охир расонад насб карданро ва бале охирон қаҳваро менӯшем. бале ҳамаи заҳмату меҳнатҳои мо аллакай самаранок буданд ё ин ки қимате додан ба мо. айни замон вақте он насл аст ки ба linux мон ба кали linux ворид шавем ва аз ма user bird name it omuz бале ва парол логин virtualbox ва ин аст кали линукси мо. каме калон мекунем ина. хоб ва бале чӣ гуна ки мебинед аллакай шумо компютер дар дохили компютер доред. линукс дар дохили компютер. барои мисол ин озия дақам ин виндовси маст амхеласт ва ин бошад аллакай линукси маст. яъне ман линукса дар дохили виндовс истифода бурдесам. барои мисол дар инҷа терминал дорам, дар инҷа firefox дорам, дар инҷа бале яъне папка ё ин ки бале папка дорам ва the quieter you become the more you will the quieter you become the more you are able to hear. маъноро дорад ки ҳамон қадар хаб истӣ ҳамон қадар зиёдтар мефаҳмӣ ё ки мешунавӣ. бале ин кали linux аст ва delete ҳозир кани ябор равем дар терминал азер кунем ва ягон чӣ нависем who am I ки ҳастам ма ту IT омӯз ҳастӣ мега ҳама афсонавӣ зебо кор мекунад. барои мисол мо меравем дар браузери Firefox ҳамин хел аст ва дар браузери Firefox менависем Ризо Гиёев бале Firefox менависем ба забони тоҷикӣ агар ки забони тоҷикӣ дошта бошад. забони тоҷикӣ дорад ё ин ки не Tajik language. забони тоҷикӣ надорад. ба фикр меояд забони тоҷикӣ илова карда. окей Ризо Гиёев чизе наёфтаг Ризо Гиёев линк ёфтак ина линктин ёфт. бале ин ма дар инҷа ҳастам ва accept all ва бале чӣ гуна ки мебинед гуфтам ки яъне компютер дар дохили компютер ҳастай ва ҳамаи чизо афсонавӣ ҳастанд ва ина нобуд мекунем то ки мо дар ғам натиҳад дигар ва бале дар инҷа медарои YouTube тамошо мекунӣ ва касе намедонад ки ту YouTube тамошо карда истодаӣ. нуктагир бале бармегардем ба virtual machine virtualbox ва аз нигоҳ кунед. ман шумо дар чизи шавқовар нишон медиҳам. барои мисол агар ки ман хоҳам ки Ризо Гиёевро ҳак кунам ва чӣ гуна ки мебинед дар борааш маълумот ҷамъоварӣ карда истодам, аммо шояд ки вай фаҳмида истодааст ки касе маро ҳак карда истодааст ва ту агар хоҳӣ ки ҳамин корро стоп кунӣ ё ки ба мисли ях шавад тугмаи тарафи дасти ростро зер мекунӣ ва пас он пауз. чӣ қадar ки мебинед аллакай ин пауз дигар ягон кор карда намешавад, зер карда намешавад ва
unpause. Pause and pause. خب چیزی که می‌بینید علاقه ما یک تا ماشین ویرچوالی رو نصب کردیم در لپتاپ خود و این زمان اگر خواهم که من باز برای مثال ویندوز رو نصب کنم با من لازم است که تو my tools و پس آن new و پس آن می‌نویسیم که IT on mouse Windows و پس آن select انتخاب میکنیم others میریم با Windows to my open و پس آن بله to my next و next و ما ادامه میتیم تقریبا شاید یک 8 گیگای دیگر و سی پی یو ممکن 4 next پس آن 50 گیگای دیگر قیمتیمش خاطره پس آن to my finish و کمی انتظار میشویم. این علاقه آیتی آموز است چه خیلی که میبینید ویرچوال باکس این را آغاز میکنن ویندوز و بله کمی انتظار میشویم تا که ویندوز رو هم نصب کنیم و پس من با شما نشون میدم که یعنی 2 تا کامپیوتر در داخل یک کامپیوتر ما با میشود 3 تا کامپیوتر. خب یک از سوالایی که من این روزا میخوام که مک او اس رو نصب کنم اون است که یعنی این چیز غیر قانونی است. چرا؟ چون که اپل با نه بر کس اجازه میدهد که این کارو کردن رو و توصیه من اون است که برای مثال اگر شما خواهید انجام دهید اگر نخواهید ندهید چون که در کشوری که ما زندگی میکنیم غیر قانونی است و همه کارهایی که ما میکنیم اینها قانونی هستند البته و برای مثال لینوکس این اوپن سورس است یعنی اوپن سورس معنی اون رو دارد که همه میتوند گیرد و استفاده برد همه چیزش عوض کنند اما ویندوز و مک او اس اینها را باید برای مثال ما برای ویندوز تقریبا 100 یورو پرداخت کردیم تا که استفاده برام ما ویندوز 11 دارم و اما این ویرچوال ماشین برای مثال ویندوز هست که مایکروسافت اجازه داده تا که استفاده بری و باز اما مک او اس میشود یعنی ما آدمایی را میدونم که الکی نصب کردگی ان مک او اس رو اما یعنی ما توصیه نمیدم این انتخاب شماست اما میشود که مک او اس رو نیست همچون ماشین ویرچوالی در داخل ویندوز داشته باشی اما آدمانی که مک او اس دارید این خبری خوش است. چرا؟ چونکی شما میتوانید که همین ویندوز 10 رو در مک او اس استفاده برید یعنی تو کسی هستی که میگوی که یک بار من میخواستم ویندوز استفاده برم داخل مک بوک توری ویندوز که این افسانه‌ای است برای مثال چونه که این زمان ما نصب کرده ایستادم ویندوز رو بله یعنی این ویندوز است بله این ویندوز است و این کلی لینوکس است همین خلاص و بله یعنی تو داری ویندوز لینوکس و مک او اس در مک بوک ولی یعنی آدمانی که مک بوک دارن این افسانه‌ای است چون که باید همه چیز استفاده کنیم اما آدمی که با مثل ما ویندوز دارن ما اول داشتم مک بوک اما این زمان ندارم و شاید که خریداری کنم اما این زمان ویندوز ما افسانه‌ای است همه چیز را استفاده می‌برد ولی ما ویندوز دارم مرا بد بین برای داشتن ویندوز پرو این چون که یک آدما بد می‌بینن آدمایی را که ویندوز استفاده می‌برن برای مثال استفاده برندگانی که مک بوک دارن باید میگن که ما مک بوک داریم آدمانی که ویندوز دارن ویندوز از مک بوک زیادتر یعنی اپل و اندروید و همه خیلی اما ما در لینوکس افسانه‌ای است بعد بین مرا برای لینوکس افسانه‌ای گفتن پرواهی ندارم. بیاید یک چیز دیگر رو با شما نشان دهم. برای مثال شما یک پاپکه ساخته در اینجا با مثل تست هم خلاص و شاید که کار کردید که برای مثال همین پاپکه نابود شد و پیش از اون که همون کار را کنید ما با شما توصیه میدم که در اینجا زیر کنید پس اون سنپ شاتس برای مثال دید سنپ شاتس خب پس اون تیک و می نویسیم که پیش از اون که شکنمش و اوکی و بله چونه که میبینید در اینجا لکه ویرچوال باکس مدل انمی سنپ شات ساخته شده است و پس اون از خاطر نبرید که ما لکه تست داریم دیگه خلاص یعنی تست در اینجا هست و این زمان مقصدی نشان دادن من در اون است که من میخوام نشون دهم که چگونه با همین برقرار کرده میشه یعنی زیبایی همین ماشین ویرچوالی همون است که تو میتونی شکنی سازی برقرار کنی بله همه کار کردن میتونی یعنی برای به خطر است برای هکینگ کردن ما از برای همین ویرچوال باکس یک چند درصد لینوکس هم داشتیم که حتی وای در براوزر هم بوده میتونه همین ویرچوالایزیشن
و بله حاضر ما برمیگردم با برای مثال زیر میکنیم در بالای این پس اون کلون و ایتی آموز کلون پیش let's say before بله before و تگمه next زیر میکنیم و full clone میکنیم خب next و finish current machine state ان همین وضعیتی بله ماشینه current machine state و بله بود کم ترک وقت میگیره تا که اینا همین state سازد و کمی وقت چی میتیم و برمیگردیم با ویندوز ما کنی تا کجا نصب شد واو بله چگونه که میبینید علاقه ویندوز ما get things view ready با مثل چلی که ویندوز اگر که کدام ویندوز نصب کرده باشد یعنی با مثل ویندوز رو نصب کردن در کامپیوتر خود است اما این زمان ما تنها در با طریق virtualization نصب کرده استفاده installing windows right now خب سوازی چگونه که میبینید علاقه در اینجا کلون before خب و این حاضر رانینگ است خلاص و بله اگر که حاضر این پاپکه را نصب کنیم یعنی همین را نابود کنیم چی گپ میشود رو میبینیم برای مثال میرویم زیر میکنیم اینجا چگونه delete نابود شد و پس اون ای trash هم نابود میکنیم empty the trash و پس اون برمیگردیم با اینجا خب و ما میخوام که یعنی با این کلون زیر کنم پس اون تگمه start و این اصلا وقتی هست که را گیریم نابود کنی بله abort saved 100% powering up virtual machine همه اینستال میشویم تا که این کارش رو انجام دهد و اگر خواهیم که ما این استاپ کنیم پیش بودگیش هم زیر میکنیم power off یا باید power off کند نابود کند و ما میخوام که اینا run start و از میبینیم که اگر هم پاپکه که نابود کرده دیم هوایا برمیگردن دیو اینکنه بله چگونه که میبینید تست در همونجاست چون که ما تست نابود کرده بودیم و شاید که کمی وقت گیرد برای مثال این چیزا خوب هستن این گونه کار خوب است یعنی بکاپ میگن برای مثال یک دیگه هم یک ماشین میسازی همه معلومات جمع‌آوری میکنی و پس اون اگر که نابود شدن با یک دیگه در پشت داری برای استفاده بودن برای مثال نوز میبینیم با اون پاپکای ما هست و در این ماشین ویرچوالی پیشینه و نابود کرده بودیم اما در اینجا داریمش خب برای همین روزی ما اینا با میگیم نابود میکنیم این تنها برای نشان دادن شما بود و برای نابود کردن این تنها در بالای اول stop power off یعنی با قتل میرسونیم اینا power off و چگونه که میبینید این هم power off این هم power off است و اگر ما خواهیم این یعنی کلونی کردگی ما نابود کنیم در بالای طرفی دستی رو زیر میکنیم پس اون میرویم در بالای remove معنای نابود کردن delete all files و از خاطر نبروید که یعنی علاقه از این دوپلیکیت هسته و اگر که delete all the files کنیم کاملا نابود میکنه اینا و توصیه ما هم همون است delete all the files و بله این زمان ما تنها یک تا اینا داریم و اگر که ما در بالای این زیر کنیم پیش از اون که شکستیمش رستور میکنی برمیگردد همون برای مثال رسمی گرفتگیمون و این هم نابود میکنیم یعنی مقصدی از نشان دادن در چیست دوست عزیز مقصد از نشان دادن در آن است که ماشین‌های ویرچوالی افسانه‌ای اند در حقیقت که چی کاری میخوای کردن میتونی که دو تا گیری سه تا کنی هوایا دو تا شکنی با برگردی با همون وضعیتی که در پیش بودی یعنی همه معلوماتای تو به خطر هستن و نابود نمیشوند اما اگر که بیاگیریم کامپیوتر داشته باشی که رم و جاسکی دیسک و پروسسور اینها را داشته باشد و این شکنی مبلغای زیاد از دست میره یعنی و هر یک رم یک قطعه مبلغ نرخ دارد برای همین ماشین ویرچوالی افسانه‌ای هستند
و چگونه که میبینید این زمان ویندوز ما هم کارش آغاز کرده است و برمیگردیم با لینوکس با کلی لینوکس و بله getting things ready این از ویندوز ما است و ما از انتظارم که لینوکس کلی لینوکس برمیگرده. Welcome. Thank you for welcoming me bro. و بله چگونه که میبینید علاقه بله ویندوز ما هم آغاز شده است و در حقیقت خیلی وقت زیادی رو میگیرد و توصیه من این است که اگر شما خواهید ویندوز رو نصب کردن کنید نکنید لازم نیست و اما کلی لینوکس حتما باید باشه. یعنی اگر تو خواهی که هکینگ یعنی آموختن هکینگ یا اینکه سر کار با آیتی یا اینکه کلاود کامپیوتینگ آموختن یا اینکه تنها انسان هستی بله حتما باید تو کلی لینوکس داشته باشی یا اینکه حتما تو باید لینوکس رو آموزی چون که لینوکس این افسانه است. لینوکس باید همه داند و بله کمی دیگه وقت میتیم تو که ویندوز نصب شود در کامپیوتری ما و پس اون و شما نشون میدم که چی گپ است. اینک وقتی اون رسید که ما بینیم که زحمت های ما با کجا با ما یاری رسوندن. برای مثال چگونه که شما میبینید در اینجا ما داریم بله ویندوز و در اینجا ما داریم چی کلی لینوکس و بله یعنی با داریم یک دیگه ویندوز داخلیمون. چی کار کنیم در اینجا یگان خلل نمیرسوند با ویندوز خودمون یعنی ویندوزی که در کامپیوتر ما است و در اینجا هم چی کاری هم انجام دیم یگان خلل نمیرسوند با ویندوز ما. یعنی این است ویرچوالایزیشن، این است هایپروایزر، این است ماشین‌های ویرچوالی، این است چیزایی که افسانه‌ای هستند و معجزه‌ای هستند و این تکنولوژی نو است تا آدمایی که میدونن تا نمیدونن که چگونه کار میکنه که شاید که دونن شاید که من ندونم اما این معجزه است. و تشکر زیاد دوستای عزیز. ما در حقیقت که شادم که این نوار رو میسازم و از شماها تنها خواهش کرده میشود که الگوریتم یوتیوب رو هک کنید و دیگران روان کنید نوارا چی گونه ویدیو را میخواهید از من در نوارهای آینده بینید رو در شرح نویسید و در حقیقت که امیدوارم که شما نیز حلاوت بردید از تماشای این نوار چگونه که من حلاوت بردم از ایجاد کردن آن. ریزو گرفت بودم از آیتی آموز و با شما روزی معجزه‌ای و افسانه‌ای ریزو بودم از آیتی آموز و با شما روزی 1 2 3 ریزو بودم از آیتی آموز و با شما روزی افسانه‌ای و معجزه‌ای با مثل ماشین‌های ویرچوالی خوانم.